اوکراین ولادیمیر زلنسکی روز 6 اکتبر با فرمان رقم 512 گنرال لیتنانت واسیلی سویردیوک را از مقام سفیر اوکراین در تاجیکستان و افغانستان برکنار کرد. درباره سبب برکناری سویردیوک رسما چیزی گفته نشده است، ولی این تصمیم در پس منظر تغییر کل وضع عربی و سیاسی در افغانستان و به مشکل دچار شدن دهها اوکراینی که باید از افغانستان بیرون کشیده می شدند گرفته شد. بنا به خبرها یک گروه شهروندان اوکراین نتوانستند سر وقت ترک کابل کنند و به بالای این هواپیمایی را که با تأخیر برای بیرون کشیدن آنها فرستادند در کابل یک گروه سلاح به دست غصب کرده با آن هواپیما آدمان خودش را از کابل به دبی بردند. به این ترتیب واسیلی سویردیوک در مقام سفیر اوکراین در دوشنبه سویردیوک را به رهبری سفارت اوکراین در دوشنبه پرزیدنت قبلی اوکراین پیوتر پوراشنکو در یکی از آخرین روزهای پرزیدنتیش تعیین کرده بود. یادآور می‌شویم سفیر قبلی اوکراین در دوشنبه ویکتور نیکیتیوک در این مقام از سال 2012 تا 2018 بیش از 6 سال کار کرده بود. واسیلی سویردیوک گنرال لیتنانت دکتر علم‌های حربی و پروفسور بوده. تا تعییناتش به دوشنبه معاون اولی رئیس خدمات دولتی مبارزان اوکراین بود. سویردیوک سالهای 80 در جنگ افغانستان اشتراک کرده صاحب اردن جنگی ستاره سرخم شده است. گنرال سویردیوک رهبری سفارت اوکراین را در دوشنبه پایتخت کشور بر عهده داشت که اکثر مقامات و مردمش آشکارا هوادار روسیه هستند و آن هم در حالی که روابط اوکراین با روسیه به دلیل اشغال نیم جزیره کریم و پشتیبانیش از جداطلبان در ولایت‌های دونتسک و لوهانسک چند سال باز وارد تنش خیلی جدی شده است و سویردیوک به عنوان سفیر اوکراین میبایست در تاجیکستان هوادار مسکو و منفعت‌های اوکراین حمایت کند. سویردیوک سال 2014 در پی اشغال کریم و شروع جنگ‌ها در شرق اوکراین داوطلبانه به خدمت حربی برگشت و از نوامبر سال 2014 تا بهار سال 2019 یعنی تا تعیین شدنش به مقام سفیر در دوشنبه معاون اول رئیس خدمات دولتی مرزبانی اوکراین بود.